در قسمت اول فهمیدیم که لایت صاحب دفترچه مرگ شده و اسم هر کسی رو که بنویسه به صورت حمله قلبی میمیره. در این قسمت یک نفر سعی داره که لایت رو پیدا کنه و یک سرنخی هم ازش به دست میاره. اگه میخواید بدونید چجوری، تا آخر این قسمت همراه من باشید. پلیس امنیت ژاپن میفهمه که علت مرگ این همه مجرم به صورت حمله قلبی اتفاقی نبوده و حتما یک نفر در این ماجرا دست داره. از این رو یک پلیس مخفی که هویت خودش رو هم مشخص نکرده و در دستگیری مجرمان مهارت بالایی داره و خودش رو علم معرفی میکنه، میخواد به کمک پلیس امنیت بیاد و به پلیس امنیت ژاپن میگه که من اطمینان دارم که این شخصی که داره مجرما رو میکشه در ژاپن زندگی میکنه. برای اثبات حرفش قصد انجام یک عملیات رو داره و اول از همه یک سایت برای لایت درست میکنه که مردم از وجودش مطلع بشن و از اونجا که اسم لایت رو نمیدونه اسمش رو کیرا میذاره و یک پخش زنده تلویزیونی که فقط در شهر کانتوی ژاپن پخش میشه رو ترتیب میده و یک مجرم رو به جای خودش در اون برنامه معرفی میکنه. اون مجرم اسم خودش رو معرفی میکنه و به کیرا میگه من تو رو پیدا میکنم و مجازاتت میکنم. لایت هم که داشته این برنامه رو نگاه میکرده و چون در شهر کانتوی ژاپن بوده اسم اون مجرم رو در دفترچه مینویسه تا بمیره. وقتی که اون مجرم میمیره همه میفهمن که اون شخصی که داره آدما رو میکشه در کانتوی ژاپن زندگی میکنه. ال یا همون پلیس مخفی از این طریق میفهمه و یک سرنخی ازش پیدا میکنه و لایت هم متعجب میشه و دوست داره که با این شخص وارد مبارزه بشه. قسمت بعدی خیلی جذابه، پس اگر میخواید قسمت بعدی رو از دست ندین سابسکرایب یادتون نره.